دلشکستگی، دلماندگی. چرا آدم‌ها مثلا دلمانده میشن؟ ما در نظر داریم فقط از تبابت، یعنی هست آدمایی که تبابت بیزور شدن و ما میگن که درون ما ابتکه شده است، از داروخوری بیزور شده میگن، دکتر با دکتر، طبیب با طبیب میرن. چرا چی میشه؟ البته در نتیجه اون میشه که همین تبابت نتیجه که نمیتیه، اگر نتیجه مثبت که نمیتیه آدم دلش میمانه، باورش گم میشه. برای خیلی آدم‌ها به حالت بیماری دیپرسیا، روح افتادگی گرفتار میشن. روح افتادگی حاصل نشدن گرمان دوپامین در بینه سر، همین گرمان حاصل نشد مثلا سبب این میشه که آدم همه وقت چه زیق حس میکنه، ناراحت حس میکنه، خواهش حس میکنه، فکرش ویران من، انتظار فقط یک کاری بعده. مثال میگیم یا تا گرمان هست که وزپریسین که گرده را فرمان میده که مثلا پیشاب شب نبره. همون گرمان اگر نباشه کودکو مثلا شرمز میشه. تصور کنید که چی سبب میشه که همون گرمان نمیکنه. یا مثلا هست گرمان‌هایی هست که مثلا بعضی زنها و مردها مانندند که هم جسمان و بعضی چیزهای این علامت‌های مردکی در همون ظهور میکنه. سببش چیست؟ سببشون که همون یک گرمان مردانه هست در اون زیاد حاصل میشه. بعضی مردها هستند که با مثلا زنها مانندی دارند. سببش چیست؟ سببش همون گرمانی هست که حاصل، یعنی که گرمان زنانه هست که در اون حاصل میشه. بعضی مردها در میشود که مثلا حتی سینه هاشون کلون میشن، یکی بعضی زنها هست که مثلا موی زیادتی حاصل میشود، مثلا مانند مویی که در مردها میشه. همه این همون گرمان است، همون گرمان جابجا کردن و از بیرون گرمان دادن نمیشه. اگر تبابت در گیرم میشه، ولی تبابت اگر مثلا دور دراز با گرمان دوام کنه، همونطور گرمان از حویسی میره که وابسته که گرمان میشه. برای همین چی باید کرد که همین روح افتادگی گم شود و آدم ای حالت دیپرسیوی برای یکم بدانه که باید شما پیش متخصصی بری که شما رو تشخیص درست کنه. اساس کار یکم قدمی که هست که دکتر و بیمار مثلا سر کار میکنه، این تشخیص درست موندن هست. بسیاری میبینن مثلا تشخیص درست موندن نمیتونه، یا که هر یک متخصص یک تشخیص خودش میدونه. ما اینو در عموم گفتیم که ماندشوی اثر میتونست مثلا آدم چکار کنه، آدم ناراحت کنه، یعنی که کسلی های گوناگون در وجودش برآورد. دیگه محض بدونه که هر بیماری زینه و زینه تبابت میشه. همه وقت مردم رو کوشش میکنن که همین 10 روز در جابجا شود. یک کسایی که 5 سال، 6 سال، 10 سال دوام کردگی و نمیتونه در مدت کوتاه مثلا تبابت. برای این صبر کردن نکن که زینه به زینه برای تبابت. وقتی پیش دکتر رفتی خیلی تبابت کنید. یکمی که علامت‌های کسل بگیرید، یعنی درد، مشکلی سستی، ضعیفی است که علامت کسل است. اینا میگن تبابت سیمپتوماتیکی. دوم تبابت اون عضوی آسیب دیده است. مثلا میان درد میکرد، دارو درمان خاطر درد برطرف کردن، همون ستون مهره که جاش آسیب دیده است همون رو برطرف، یعنی که تبابت کردن نکنه. این مثلا میگینه دکتر ورتبرولوگ یا دکتر نیورولوگ تبابت میکنه. سه میتر این اونایی که آدم تبابت بگیره که فکر کسل ای خودش دور کنه. یعنی بسیار وقت شما اگر آدم 4-5 سال کسل باشه در مرکه ها میروه، همه میپرسن خیلی سازی چی ساز شده، یعنی که نامش همچون بیمار در بین مردم معروف میشه. انا برای همین که مثلا کسلش فراموش کنه مردم، مثلا همه وقت او رو به همون طرف کسلش وادار نسازن، باید ریابیلیتاسیون روانی بگیره، پسیکولوژیستی ریابیلیتاسیون. این کشی متخصص پسیکولوژ و پسیکوتراپیوت میشه. و با بسیار آدم‌ها که 4-5 سال کسل شد کار گم میکنه. عادت‌های نو پیدا میکنه، عادت‌های کسلی کار کردن نمیتونه.
مثلا چی در خانه چی در کارخانه سبب این میشه که این آدم هم صحت شد لیکن در جامعه جای خودش یافتنش قینه. برای ما باید چیکارش کنیم؟ چهارم ایتاب یعنی که ما برقرارش کنیم که با کار با زندگی در آید. این میگن سوسیال ریهابیلیتاسیون، یعنی برقراری اجتماعی. و همین چهار ایتاب گرفته آدم پر از صحت میشه و جامعه باز برمیگرده. البته شما وابسته است که شما چه آموزش میکنی یاد میگیری. توابط ما هم آموزشی است، هم توابط چیز دکتری است، هم توابط روانی است، هم توابط سوسیولوژی اجتماعی است. برای همین رو هفتاده شوی این سببش اون است که آدم دور و دراز وقتی که شفا نمی‌یابد از زندگی حلاوت نمیگیره و بیماری دلشکستگی رو هفتادگی گرفتار میشه. اینجا که اومده ما همین خیلی یک شعار داریم، این توابطگاه ما خانه امید است. یکم چیز در شما پیدا میشه این امیده که شما همون کارتین ابراز صحتی و آینده خودتون میبینید. یعنی همین میگن در ادبیات آینده بینی، یعنی که انسان آینده خودش بینه. ما زندگی میخواهیم نمیخواهیم زندگی رفته است. یعنی وقت در ما اثر داره. این از خانه دمشینه روز میگذره، کار دهم بره روز میگذره. یعنی که زندگی نمیسته در یک جور رفته است. آیا ما مثبت نکنیم؟ چه لازم نکنیم؟ مقصدی داریم با اونو برسیم. نه که تصور کنید که اینجا که اومده شما یکم چیزی که رو هفتادگی تو نمون میکنه این اون است که شما خواهش داری، خواهش توابط دکتر کاری خودش میدونن، تشخیص درست میدن، توابط رو پیشکش میکنه و شما عمل میکنید، سکوت میکنید و خود نتیجه میگیرید از زندگی. چیزهایی رو میبینید برای شما لازم است. مثلا آدم کسل دسترخوان پورش نمیبینه، آدم کسل شرایط خوب خانه‌اش نمیبینه، آدم کسل اطرافیایی که او را خدمت میکنن و دوستداری میکنن نگاه وایا نمیبینه. یعنی که اینا را حساب نمیکنن. بعد آدم دست که داد این چیزا رو بعد میفهمه که یک دسترخوان پول این چی بود است؟ این نعمت بود است، این وقت بود است، این که سعادت انسان بود است. انا برای در زندگیتون ببینی همه چیزا رو. ببینی که امروز مادر خطی تایی چه وقتی است که مثلا مادر بابا. ببینی که مثلا خانه گرم داره یک جایی که شما رو نه شمال نه باران و نه باد و یکون چیز شما رو زیاد نمیرسه. این هم چیست. ببینی که امروز صلح و امانی تاجیکستان داره. این هم چیست. این هم یک وقتای انسان حساب میشه. برای همین چیزهای خوب در زندگی ببینی. همه وقت مثلا 90% آدم صحت هست، 10% کسل هست. اما 10% میبینه 90% نمیبینه. برای همین آدم به کسل متاسفانه نمیشه. البته چی داره؟ کسل خشم. هر آدم یک بیماری را داره، یک تا دو تا را داره. همون را نگاه میکنی که خلال نرسونه، بین نبرد نیست نکنه. با یا که 3-4 تا دیگه باز زیادتی نشه. همین حساب کمتر در این مسئله دقتی چیزهای نرزه ببینی، چه اشکالی درست داره بعضیتون و همیشتون خوبه درک میکنی. این هم برای شما وقت. و میشه پاریتت. این پاریتت بیماری و صحتی در ما و شما میگم که یه حالت میبینه که نه این وای شخص مثلا خلال میرسونه نه بیماری صحتی رو میگیره. برای حالت پاریتتی سلامتی خودتون نگاه دارید. سلامت باشید.